روزی روزگاری شد شروع روز کاری، پیرمرد خسته بلند شد از رو خالی، تو آینه میبینه چروکای صورتشو یادش میاد گفت چه دروغا به کودکش، تو آینه میبینه راههای بنبست به هر طرف میره زیر پاهای بمب هست، امروز شنبه اون فکر نهار جمعه است و مایوس و شده آماده مردن، تو آینه میبینه ساختار عوضیش به هم میریزه ساختار عصبیش و یادش میاد کلی کار داره پس از چه تو ببینه نیاره خنبه ابرو، مگه داره عمر نوح و صبر ایوب، از کله سحر تا بوق سگ دنبال یه لقمه نونه و پول کم، دنبال یه لقمه نونه و پول کم. چشمای مغزون دستای لرزون هر روز راه میره با گام‌های آهسته، یاشو گم کرد تو دنیای پردرد، میخنده با اینکه دنیا براش کله سحر موقعی که خوابیده بچه میزنه بیرون خونه که پایین شهره، پیاده راه میره میشه سوار اتوبوس با لباسایی به تن که نداره اتوروش، لباس تکراری کهنه پوشیده با 2 قرون پولی که گاشه تو جیبش، نمیشنوه صدای تو شلوغی شهر، رو صورتش لبخند دروغی تلخ، تو مترو تا مقصد سر پا میخوابه چون شبها تا دیر و خون سر کار بیداره، چه شبهای سردی که چشمش باز بود و جون میکن واسه یه چند غاز بود، روز جون میکنه شبم از سرپا پر شده دیگه بدن از دردا، زنده است و نداره خبر از فرداش، هرچی درد میاره عقب از خرجاش، یه کمی گوش کن به درد و دلاش که آرزو داره بخره کفش و لباس، مثل بچه‌ای که شده ترد و کنار گذاشته شده علای مردم ها، فقر مزمن میده عذابم هنوز و پایین نمیره حتی غذام از گلو، فکر این که یکی کش نمیخوابه حتی یه لحظه برام دل خوش نمیذاره. چشمای مغزون دستای لرزون هر روز راه میره با گام‌های آهسته،